سلام. بعضیا هنوز زخمشون تازه است ولی خیلی زود وارد یک رابطه جدید میشن. از بیرون ممکنه عاشق به نظر بیان اما در واقع دارن فرار میکنن، فرار از تنهایی، از فکر کردن، از درد. بهش میگیم جایگزینی عاطفی. ذهن سعی میکنه با پر کردن خلأ درد فقدان رو کمتر حس کنه. اما وقتی هنوز سوگ رابطه قبلی تموم نشده، هیچ رابطه‌ای نمیتونه درست پیش بره، چون رابطه جدید فقط یه پناهگاه موقته، نه یه انتخاب آگاهانه. اگه میخوای این چرخه تکرار نشه، یه مدت با خودت بمون، نه برای فراموشی، برای فهمیدن. بنویس، حرف بزن، با درمانگر مشورت کن تا زخمت التیام پیدا بکنه. اون وقت عشق بعدیت نه از ترس تنهایی بلکه از آمادگی برای ارتباط سالمه که شکل میگیره. اگه این حرف رو حس کردی، یه قلب واسه من بذار که بدونم، یا بفرست برای کسی که شاید این روزها به این صحبت ها نیاز داره. برای دیدن ریلز های مشابه پیج من رو دنبال کن.